سلام همگی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به دومین ویدیو چنل من خیلی خوش اومدید. بچه امروز تو این ویدیو میخوایم بریم 5 تا از عجیب ترین و مسخره ترین بازی ها رو ببینیم. پس بزن بریم. خب بچه اسم این بازی ها رو زیر براتون می نویسم. اولین بازی که شما داخلش یه تیکه نونی و باید خودتو به توستر برسونی و توست کنی خودتو که دست و پا هم نداری، نونی دیگه دست و پا نداره، کثیف هم نباید بشی، یعنی باید تمیز خودتو برسونی. بچه دومین بازی که هیچ هدف خاصی نداره، یه بازی خیلی عجیبه، هیچ هدف خاصی نداره، یه محیط خیلی عجیب غریبه. شما فقط همینجوری راه میری دور و برتون نگاه میکنی، خیلی چیز واقعا چرت و پرتی وحشتناک هستن. این بازی رو نمیساخت خیلی بهتر بود به نظرم. عجیب ترین بازی که مطمئنم تا حالا دیدید. خب تو بازی بعدی شما یه پشه‌ای و باید بدون اینکه آدم رو بفهمن بری و اونا رو نیش بزنی و خونشون رو بمکی. یه بازی خیلی عجیب، گرافیک خیلی وحشتناک. این حالا یه ذره منطقی تره نسبت به قبلی، ولی خب اینم چرت و پرتی تقریبا میشه. بچه بازی بعدی هم این بازی چهارم مثل همون بازی دوم فکر کنم، خیلی بازی مسخره و بی هدفه. این بازی ها کلا هیچ هدف خاصی ندارن، چیزای خیلی عجیب غریبه، فقط نشون میده مسخره ترین بازی، واقعا چرت و پرته. این نمی ساخت خیلی بهتر بود به نظرم. خب بچه بازی بعدی یه بازی که سری محتواهای زشت و مثبت 18 داره و جالبش اینه که خیلی قدیمیه، خیلی خیلی قدیمیه، گرافیکش دیگه وحشتناک پایینه. به خاطر هم یکی از عجیب ترین بازی هست. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.